بخشیده به روز یادبود برطرف کنندگان صدمه نیروگاه برق اتمی چرنوبل در شهر خوجند مراسم گلچنبرگذاری برگزار گردید. مراسم با گذاشتن گلچنبر و مجسمه یادگاری فوتیدگان برطرف کنندگان صدمه چرنوبل آغاز یافت. معاون رئیس ولایت سوخت، نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند، سابقه‌داران و اشتراکچیان صدمه چرنوبل یکجا در نزد یادگاری گلچنبر گذاشته به قهرمانان آن زمان احترام و ارج گذاشتند. باید تذکر داد که صدمه چرنوبل بزرگترین فلاکت رادیاسیونی در تاریخ انسانیت می باشد و تاثیر آن تا امروز احساس می شود. قهرمانی و فداکاری آنهایی که برای حیات دیگران و برطرف سازی عاقبت‌های آفتی مذکور سهم گذاشتند هیچگاه فراموش نخواهند شد. در رفت چاره‌بینی به 20 نفر اشتراکچیان صدمه چرنوبل از طرف مقامات حاکمیت دولتی ولایت سوخت تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. چاره‌بینی در فضای صمیمیت، احترام و وطن دوستی جمع بست شد. خاطره نیک اشتراکچیان برطرف کنی صدمه چرنوبل در قلب نسل‌های امروز و فردا همیشه باقی خواهد ماند و قهرمانی آنها نمونه عبرت برای جوانان وطن می باشد، زیرا آنها ثابت نمودند که برایشان امنیت اهل بشر، آبادی وطن و دوستی خلقها ارزشی بی‌بهاست. سابقه‌داران جنگ و مهنت، اینچنین اشتراکچیان صدمه چرنوبل دائما تحت غمخوری‌های دولت و حکومت قرار دارند و پیوسته عیادت می‌شوند. اینچنین 30 نفر اشتراکچیان آن صدمه از گوشه و کنار ولایت سوخت عیادت کرده شدند و به آنها کمک‌های یک دفعینه پولی و مواد آذوقه‌واری تقدیم کرده شد.